سلام دوستان عزیز، پس از تمیزکاری سر قیتون دوخت دورانی رو انجام میدیم. کفی کار رو دوخت فشرده میزنیم و قطر کار را 1.5 سانت کمتر از اندازه مد نظرمون میدوزیم. دوخت رو متوقف میکنیم. دور تا دور کار رو اندازه میگیریم ولی نمیدوزیم. با سوزن فیکس میکنیم. دور تا دور کار رو به صورت دورانی میدوزیم تا به ارتفاع مورد نظرمون برسیم. نکته صاف بودن و گلدونی نشدن دیواره نصب دهنده اینه که شما هنگام دوخت نخ قیتون رو کمی به سمت بالا بکشید تا شیبدار دوخته نشه. اینم از نتیجه کار. حالا کفی رو با سوزن ترگرد فیکس میکنیم و با نخ و سوزن با دست میدوزیم. من مرینه هستم. اگر از این آموزش خوشت اومده به پیج ما ملحق شو که آموزش های بیشتری تو راه هستش. ممنون از همراهیتون.